در این قسمت من میخواستم که 3 دروغ اساسی را که مردان اوید پورنوگرافیا باور میکنند قید کنم. دانستن آنها خیلی مهم است، زیرا بدون فهمش درست ترک کردن پورنوگرافیا برای بعضی مردم خیلی دشوار خواهد بود. اینک ما آغاز میکنیم. دروغ رقم 1: زنان علاقه جنسی را همه وقت دوست ندارند. زیرا در پورن آنها به شما نشان میدهند که زنان همیشه آماده‌اند که شما را خوشنود سازند و نیازهای شهوانی شما را قانع کنند. فقط این. آنها طرف دیگر زن را نشانه میدهند. مادر بودن، وقتی که شما در جای کار باشید، نگاهبینی خانه و فرزندان، خوراک‌پزی برای شما، غمخواری به شما، شاید و امروز خبر ناخوش شنیده است و او روحیه خوب ندارد و غیره. پورنوگرافی زنان را همچون غلامان جنسی تصویر میکند که بغیر از لذت‌های شما دیگر برای هیچ مقصد آفریده نشده‌اند. اما پیامبر محمد علیه السلام به ما تعلیم داده است که زنان همتای مردان هستند. النساء شقائق الرجال. کلمه عربی شق معنای نصف را دارد. این به ماننده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخواست تا بدانیم که ما به آنها ناپوریم و آنها کاملا به ما برابرند و سزاوار احترام و شأن و شرف میباشند. اکنون این را با آنچه که پورنوگرافی از شما میخواهد، اندیشه مردان اوید زنان، مقایسه کنید. اگر شما مردی واقعی باشید که زنان را احترام کند، شما هیچگاه نباید تشویق پلید انسانیت کنید به تماشا کردن محصولات آنها. دروغ رقم 2: کودکان نیز باید علاقه جنسی داشته باشند. یکی از ویدیوهای وسیع تماشا شده پورنوگرافی و شاید بزرگترین نقطه فروش استحصال کنندگان پورن این تقلید کنی نورسان می باشد. این معنای آن را دارد که زنان لباس به مثل کودک یا دختر مکتبی می پوشند، بعد به فعالیت های کثیف شهوانی مشغول می شوند. استعمال کنندگان پورن نمی‌فهمند که معنی سر شما هنگام تماشای این ویدیوهای نفرت انگیز شما را باور می‌کناند که شما نیز همچون کلانسال می‌توانید با کودکان علاقه جنسی کنید. و در نتیجه من با شخص صحبت کردم چند پیش که واقعاً در حولی مکتب در حالت تجاوز محکوم شده بود. وقتی از او پرسیدم که چی شما را به این وادار ساخت، وی گفت: گمان می‌کنم من این را از فیلم‌های پورنوگرافی آموختم. دروغ رقم 3: پورنوگرافیا و ماستورباسیا از زنا بهتر است. هنگامی که سخن درباره وزنینی گناه می رود، بله، پورنوگرافیا چون گناهی واقعی صادر کردن زنا وزنین نیست. در آن دو جفت مشغول به عمل جسمانی و رشد عملیه جنسی بیرون از نکاح می شوند. گرچند که پیامبر محمد علیه السلام به ما گفتند که چشم‌ها نیز زنا می‌کنند و زنای آنها نگاه شهوت‌آمیز است، دستان نیز زنا می‌کنند و زنای آنها لمس ممنوع و غیره است. اما سوال در آن است که آیا پورنوگرافی از زنا بهتر است؟ بزرگترین مشکلی این است که پورنوگرافیا و ماستورباسیا خواه به شما معقول باشد خواه نه، در نهایت شما را زود یا دیر به زنا آورده می‌رساند. وابستگی یک روز شدت خواهد گرفت و شما را سخت مجبور می‌کند که از آن چیزی که تماشا کرده ایستاده بودید عمل کنید. بنابراین باور نکن که این از زنا بهتر است. در اصل من آن را مانند وزن زنا می‌حسابم، زیرا آن شما را به نتیجه دقیقاً یک خیله آورده می‌رساند. امروز از خود بپرسید که چرا شما باید به دروغ باور کنید. به هر حال، حالا شما دروغ‌ها را می‌دانید. آیا نمی‌خواستید که خود را آزاد کنید و حقیقت را آغوش گیرید؟